یک گروه ساکنان جماعت زینب‌آباد ناحیه رودکی شکایت دارند که با وجود زندگی بیش از 15 ساله در این محله مقامات آنها را در جای ثبت نام نمی‌کنند و این باعث شده است که فرزندان آنها از مکتب و تحصیل در دانشگاه دور مانند. آنها میگویند مراجعت به تکرارشان به مقامات محلی نتیجه نداد. این خدمت در قید فایده بود. گودکام در کلوب. این میگه که ای کلوب برو رنشون. انا که من نمیدونم در کجا منم 4-5 گودکا. این همی 14 سال شد فقط میآیند تا این همی گودک ما دهکی تامین ایستانن میگن که ما دکمن میکنیم شما رو در قید میگیریم نمیگیرن. برخی میگویند تلاش‌هایشان برای گرفتن شناسنامه به فرزندانشان بی‌نتیجه بود زیرا آنها در جای قید زیست ندارند. مثلا ما همینجا 17 سال زندگی داریم گوجه را پرپسکا نمیکنن مونا میگه در قید جای هستی همونجا مون اختونه. پول نالوگ میسپاریم، پول سوئد میسپاریم، پول همه را میسپاریم، نه که در قید هیچ جا نیستیم. اینا پنسیونر پنسیا گرفتم 3 سال شد نمیدونم در قید جای بردن موندن پنسیا توغری کردن پنسیا میگیریم. در اداره جماعت زینب‌آباد ناحیه رودکی گفتند آنها مسئول حل این مشکل نیستند و این مسئله را حکومت تاجیکستان بررسی میکند. زیرا به گفته همصحبتان ما در این اداره منزل‌هایی که این ساکنان بنیاد کرده و آنجا زندگی میکنند بوستانسرا حسابیده میشود و تنها برای زندگی موسمی موافق است. ولی در سندی که طبق قرار رقم 31 از سال 2008 به این ساکنان داده شده است در آن گفته می شود که قطعه زمین از سوی جمعیت اگروپروم برای بنیاد باغ و اجرای کارهای آبادانی جدا کرده شده است. این در حالی است که ساکنان با پیشنهاد حجت‌ها میگویند چند نهاد وکالتدار از جمله کمیته زمینسازی شهر دوشنبه به آنها برای ساختن منزل استقامتی اجازه داده است. حقوقشناسان میگویند حالا بحث زمین‌هایی که در آن ساکنان منزل بنیاد کرده‌اند کم نیستند و به گفته هولدان‌ها اکثر چنین خانه‌های استقامتی را برخی مسئولین سابق غیر قانونی حجت گذاری کرده و برای ساکنان اجازه دادند که زندگی را در آنجا ادامه دهند. از همه راه آسانش مراجعت کنند اگر که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان قبول شود تعیینات زمین اینا عوض شود من بعد در اساس قرار رئیس ناحیه رودکی هر یک نفر صاحب ملکی که در اونجا ساختمان خانه کردگی است هر یک صاحب ملک باید قرار علاوه شهادتنامه به قیدگیری مال ملک علاوه گرفته و بعداً مسئله قانونی گردانی ساختمان‌های خودشون پیشه کنند. بر اساس آمار رسمی حالا در حدود ناحیه رودکی در 5 بوستانسرا بیشتر از 1400 ساکن زندگی میکنند که اکثرشان جای قید زیست ندارند. تحلیلگرانی که موضوع را از نزدیک آگاهند میگویند با وجود اینکه ساکنان خودشان غیر قانونی در این زمین‌ها منزل بنیاد کرده و زندگی دارند جای بحث نیست، اما مقامات که از حساب آنها انداز و مبلغ‌های کمونالی را برای بودجه جمع میکنند باید این مشکل آنها را حل کنند، نه به آن شیوهی که خانه‌های مردم را ویران بلکه با راه قانونی به آنها اجازه زندگی دهند. سروینوزی روح الله، شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.